یو رفقا چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا امروز اومدیم با پارت ششم از پروژه خوشتیپ تاور. اومدیم که این یو آخرم بسازیم و دیگه گیتلش بکنه به قول معروف. الان پای سر من همطور که میبینید بنده خدا دیلی داره یه مقدار. آراد داره این ستونا و خرپای اینجا رو میزنه و خب منم میخوام برم اسکلت یو آخر رو تکمیل کنم و دیگه بریم سراغش. آراد جان چطوری؟ خب آراد از دست دادیم، مرده بچه ها، مرحوم آرادی دیرindی. خب آراد داره این چیا رو میسازه، این خرپه ها رو میسازه. من میخوام برم سراغ اسکلت اصلی و یو آخر. یه چیزی واسه من عجیبه. ببینید بچه ها پروژه عظیم الجسته رو. یه لایو از آراد ببینید داره جون میکنه اینجا. آخه من چه کارم؟ من یه زمانی تو این کار بودم. بعدش این کار کردی. آراد هنوز درگیره. آسمونه ما نمیای برای پرواز، مثل پل طبیعت از زیر که نگاه کنی همین شکلیه تقریبا. من اینم چیکار داری میکنی؟ تازه اینجایی حاجی، خیلی دیگه کار داری. بذاری من چی اولیه‌اش نشونتون بدم. دیزاین اولیه این شکلیه. ببینیم آرادم میتونه این شکلی دراره یا نه. خب تمام. بله ببینیم آراد چه کرده. اوف به به آراد، آنکارا آراد، خیلی خوشگل شد. آفرین. نه چیکار داری میکنی؟ یعنی کجا هستی؟ به این بارمان داره چیکار میکنه؟ دارم اینا رو میچینم دیگه. بابا بوری کرد. خب تو هم بیا کمک. اسمی به چوبه لعنت بهش. آره خیلی رو مخه. اشتباه هودیلا. این آدم به این قرینه بزنه چوبا. قلم هفرنگه ماشالله. خوده بد مثل بچم شدی، اومدی قلبم شدی. 20 تا دیگه یادم بالا. آره ببین تو برو اون ور رو درست کن، من 20 تا اینو میرم بالا. وای بارمان شنیدستم میخوری باری کلا. حاجی چیزه ها یه شعری داشتین کلاس 4 میگفت شنیدستم که شهبازی کهنسال. خب بله میدونم، نمیخواد تحکیرش کنیم. شنیدستم که در سطح کلان 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. چی میگی؟ دیرم سوتون اوکی بیکاری دیگه. که الان میخوایم بریم کرج. برو دیگه. خب بعدش کی بیکاری؟ برو اوکی درستش میکنم. نه نمیخوام. زنده هستم که مرد کاری دوزی.
شنیدم در سطح گلانگی میخوری. این کار روزی و اینا مال کلاس هفتم بود. آره شنیدستم که مرد پاره دوزی چنین میگفت با پیر عجوزی. هیچ وقت تلاش نکردم حفظش کنم. الان میرم حالا تو هم بخواه مثل ماماشی. خیلی اتفاقی اومدی نبزم شدی. شنیدستم که در بابا من 20 باید برم. برو دیگه. آره برو اوکی. خودم درستش کنم. ببخشید باش حالا چیز کن حاجی، تو واتساپ هماهنگ میکنیم وقت بیکار بودی بازی کنیم. فقط دیگه برم کرج که دسته ندارم متاسفانه. اب نداره حالا بهت پیام میدم واتساپ حاجی آنلاین باشی. باش آره خب وایسا حاجی. خدا بچه‌ها خدافظی کن که تو می‌خوای ویدیو رو بری. آره تا ویدیو پلی خدافظی کن به بچه‌ها. خب بچه‌ها من یه کار برام پیش اومده، متاسفانه بعد شما رو در جمع خودم کنار بگذارم و بروم. با آراد خدافظی کنیم. آراد برو در افق محو شو بعد لفت بده. برو در افق محو شو بعد لفت بده. وایسا یه اینترو بگیر قیافه من یه نگاه کن قیافه من. آقا ما رفتیم. بای بای ما رفتیم. بای بای ما رفتیم. بای بای ما رفتیم. آراد در افق محو شد و من نشستم خود دیگه لفت بده. ما برجمونو. آره آجی خیلی خوب شده. حالا آجی بهت پیام میدم دوباره تونستی ببازی. برو دیگه برو. آقا این آخری چه دیگه درسته؟ یکی دیگه میخوای بزنی؟ نه دیگه این آخریشه. این آخریشه آخریشه. یکی میخوای بزنی؟ نه آخریشه دیگه. برو ما رو در جمع خود تنها بزن. بچه‌ها خداحافظ. خداحافظ آراد کوچولو. خب بچه‌ها تنها شدیم. آره خب حاجی دیگه خداحافظ. برو دیگه دیرت نشه. قربونت خداحافظ. ای خب بچه‌ها رفت آراد، اما موندیم و این پروژه عظیم الجسته. بسازیم دیگه. شروع کنیم بسازیم به بدبختی هامون برسیم. چون این جریانات یوتیوب فارسی رو که شنیدم خیلی داغون شدم آجی. اصلا میدونی هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم اینجوری بخواد تموم شه، ولی خب دیگه ناراحت کننده بود واقعا. امیدوارم که به خوبی و خوشی تمام بشه، دوباره همه چی برگرده به حالت سابقش. حالا شنیدم بعضی ها میخوام برن تو کیک و نمیدونم بقیه جاله نمیدونم دیگه. ای بابا بسازیم. من ذوقم به این بود مانیتایز بشیم، پول دراریم، کیف کنیم، که دیگه اونم انگار کنسله. این معمولا اتفاقایی که واسه یوتیوب فارسی میفته دیگه درست نمیشه. قبلا هم دیدیم که این RPM یوتیوبر را افت کرده بوده دیگه برنگشته بالاترش. ولی حالا ما باز امیدواریم. در ناامیدی بسی امید است. شاعر بارمان بوری. اینو استوری کنید بعدم به دردتون. چی میگم آقا بسازیم. نیاز کنم آراد که نیست سرگرمی ویدیو خیلی کم میشه، جنبه فان ویدیو خیلی کم میشه. آراد خیلی روحیه میده به ویدیو، خب وقتی نیست کلن دیگه هیچ. البته خب این واسه کانال منم خوب نیست قطعا، چون همیشه که یکی نیستی با من ویدیو بگیرم. من بلد باشم وقتی هم تنها هم بتونم اون مخاطب رو جذب کنم به ویدیوام، چون من وقتی تنها هم ویدیو خیلی حوصله سر بر میشه، ولی وقتی آراد هست خیلی خوب میشه. حالا الان آرادم که واسهش کار پیش اومده، ببینیم کی دوباره میتونیم بیاریمش آخرین پارت های این خوشتیپ تاور هم بسازیم. اینم مثل خوشتیپ ها به خاطر ها بپیونده.
بسازیم آقا بسازیم. خب بچه ها من اینو الان این اسکلت اینور رو ساختم و اینورم یه ذره رفتم جلو. حالا آراد اینو تقریبا یه بلاکشو گذاشته و من بقیه‌اش رفتم دیگه. الان واسه خودم هم کار پیش اومده میذارمش، بقیه‌اش چند روز دیگه فیلمش رو میگیرم. ولی خب ادامه همین پارته. حالا آره دیگه میدونی هنوز زوده بخوام پارت رو تموم کنم، میذارمش یه چند ساعت دیگه ادامهش رو فیلم میگیرم. فعلا بچه ها میشنوید نوازندگی اپرایستمون آراد. انگار یه دختر 4 ساله داره میخونه. باشه اصلا چون تو گفتی زود میام. بچه ها 1 هفته بیشتر 2 هفته گذشته از آخرین بازی من و آراد و حالا نمیدونم الان پارت چندمی داریم میسازیم فعلا. بچه ها انقدر درگیر امتحانات آره خیلی این تعدیل نمیشه، این تعدیل میشه، اون تعدیل نمیشه. بالاخره اولین فرصت گیر اومد که من و آراد جفتمون امتحانمون کنسل شد. فردا به خاطر برودت هوا هم من هم آراد تعطیل شدیم دیگه، امتحانم کنسل. دیگه امروز گفتیم ایران تعطیل شدن دیگه. آره کل ایران دیگه فردا تعطیله. ما هم که دیگه فرصت طلب و زود اومدیم بسازیم خوشتیپ تاور را. آخرین پارتشه. 4 تا پارت میگیریم دیگه پارتامونم واسه دوره قحطی ویدیو داشته باشیم. آره خب آقا مثل همون دفعه قبل من شوبا میذارم تو اسم بسکنم باشه حاجی. بچه ها این آخرین ان یا یو یا هر کوفتی که هست دیگه، بعدش میریم سراغ اون زن. الماس رو سرش. آره الماس. آراد مثلا میخواد کاخ رونالدو مناطق جنگ زده رو نسازه. همه چیش برعکس. از نظر باشه بلاکی این یوها رو به هم دیگه بس کنیم آقا. من میگم نمیدونم. بلاکی باشه همراه اینا باشه که قشنگ در بیاد. آره بعد حالا میریم تو اتاق فیک. یه اتاق فیک میخوام این گوشه بسازم. این نقشه رو این نقشه اینو بگنجونیم داخلش. 2 تا صندلی هم بزنیم مثلا ما داریم فکر میکنیم. خیلی متفکر. ببینید بچه مثلا واقعا فکر کنید که چه غلطی قرار بکنید. آره دیگه الان چند تا کار امروز داریم. مثلا الماس روی سرشو بعد مثلا طبق یه الگو پیش بریم، مثلا بعد یه خورده تحقیق کنیم تو سرچ و اینا انجام بدیم. آره مثلا بچه قانون فیزیکی بعد بریم. حاجی تازه ستونای جان بگو میگم این ستونای پایینم مونده ها. آره بابا خیلی کار داره. راستی بابا بگو قراره مجدد داره. دیر نکنی منتظرم. خب چه کنیم بابا ها یه مشکل خوردیم. چه مشکلی؟ یه ردیش شده. وات این بر چی؟ این بر درسته؟ فهمی کرشم اشتباه باشه حاجی. نه این ور درسته این ور اشتباه. این ورم اشتباهه حاجی. این ورم یکی جلوتره. نه اوکیه بابا اینها. برو نگاه کن. نه این اوکیه. داداش نگاه کن. این الان 123. این ور 124. این ور یکی جلوتره. اون ورم باز همینطور نگاه کن. این ور 91. این ور 92. یه دونه اشتباه داریم. وایستا ببینم الان این ور اشتباه یا اون ور اشتباه. ببین این یکی که من الان با نه ببین یه دونه از این ستونا رو ما یه بلاک جلوتر ساختیم، در نتیجه از 2 طرف اشتباه در میاد. نه
نه اینو باید این مارماد این اشتباه، اینو باید بکنی. حاجی از اون برش هم اشتباهه. خب اون برش هم باید بکنی. دو طرف هم باید بکنی. اون بر بکن من این بر. 92 این بر 91. بابا بارمان این همه چی؟ حاجی نکن به نظر مثلا معلوم نیست. چرا معلومه بارمان بتا خیلی نباشه دیگه. حاجی من که حال ندارم انصافا. چرا اشتباه در اومده؟ وای چی شد؟ هر دو طرف باید بکنیم دهنمون صافه. من همه دارم میگم دیگه از اول گفتم. ببین هر دو طرف رو باید یکی کوچیک کنیم. یه بلاک هر دو طرف زیاد گذاشتیم.